باید بگم که دنیای ساعت‌سازی مدت خیلی زیادی بود که خسته کننده شده بود. ساعت‌سازا دیگه اون شوریدگی لازم رو برای ساخت یک ساعت بسیار زیبا و لاکچری و گران قیمت رو دیگه نداشتن. همه ساعت‌ها دیگه شبیه هم شده بود تا اینکه ناجی ساعت‌ها اینجا متولد شد. یه بچه‌ای که توی ازبکستان متولد میشه و توی سنین نوجوانیش تصمیم میگیره به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کنه. توی همون سنین نوجوانی فهمید که استعداد داستانش کجاست؟ جواهرسازی. شروع میکنه توی تحصیلات توی جواهرسازی و تصمیم میگیره که تمام هدف و تمرکزش رو روی بحث جواهرسازی انجام بده. با همون سنش تصمیم گرفت که یه کارگاه کوچیک را بندازه و تمام محصولاتش رو اونجا بسازه. موقعی که آموزشاش رو کامل کرد، توی سن 21 سالگی تصمیم گرفت برند شخصی خودش رو راه‌اندازی کنه. جیکوب اند کو. حالا این برند قرار بود چیکار کنه؟ قرار بود جواهرات لوکس رو درست کنه که همه انگوش به دهن بمونه. جیکوب آرابو با خودش فکر کرد. اوکی، من میدونم که یک جواهرساز بسیار خوبیم و همه منو به لقب جواهرسازا میشناسن. اما احساس میکنم که کار من جسم نداره. انگار یه روحیه که دنبال جسمش میگرده. حالا باید بگیم که اینجا شروع یک روایت افسانه است. 5 تایم زون یکی از ساعت‌های بی‌نظیرشه که اکثر سلبریتی‌ها اون کارو خریداری کردن. آسترومنیا یکی از ساعت‌هاییه که همه رو انگوش به دهن گذاشته بود. یک مخراجکاری بسیار قوی ولی در عین حال مهندسی ساعت‌سازی فوق‌العاده. موتور تربیلانی که یک کره‌ای بود که وسط ساعت میچرخید. و اما گادفادر. شاید بگم این دیگه یک ساعت نیست، یک اثر هنری عین سریالش. این ساعت یکی از درجه یک ترین محصولات جیکوب اند کو میتونه باشه و هر کسی رو میتونه عاشق این برند بکنه. جیکوب اند کو فقط یه برند ساعت سازی نبود، یک جادوگر ساعت سازی.